салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 3 декабри соли 2024 мебошад ва мо қарор дорем дар ноҳияи восе. чунки соти мулозода гуфт восе адост имрӯз ҷон мубталост имрӯз повести восеи соти мулозода. гап мезанем дар бораи апелсин. اینجا گرمخانه بوده است که لیمون و اپلسین و ماندارین دارد و میخوان که باز اپلسین و ماندارین و پامیلا و لایم و کنکوات رو زیاد کنه. من اپلسین هایشون اپلسین بسیار بستگی است، برای مایده آمدگی است، درخت مایده است، همگی 3 ساله درخت است. در حقیقت اپلسین بسیار میبندد. من ببینید مانند لیمون و اگر کم مونه میره دونش کلان میشود. باز در اون یک تا لیمون شنوندگی که اینش زیادتی است، برای که نزدیکی بد است و باز اپلسین است. باز اپلسین است. خیلی با اجازتی صاحبی گرمخانه یک اپلسین رو ما تازه کردن میچشیم و میگویم چی اپلسین است. در اینجا ماندارین هم دارن، از ماندارین هم میبینیم. و خلاصه گپ اینجا یک 15 به 50 بودگی است. گیردش رو دیوال برداشته، بالاش رو آهن گرفته، مبانش رو ستون زده، از آهن کوپرک ساختگی، 30 آرماتور مونده، کلیانکا کشیدگی. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوریم این. در حقیقت اپلسین شیرین. حتی ترشی هم ندارد. ذاتی شیرین. همدیگران عزیز، اگر شما گرمخانه لیمون داشته باشید، برای خانواده خودتون 4 تا اپلسین، 4 تا ماندارین، کنکوات و پامیلا کنید، راحت میکنید. برای بازار کنید اگر این حال در بازار این فقط از خارج کشور میاد، از تاجیکستان نمیبراید. در تاجیکستان شما به ملال رو میفروشید. این خیلی لیمون، در مورد لیمون ما بسیار گفتیم، لیمون هایشون بسیار دارد. لیمون هایشون 3 ساله است، این اگر 4 ساله شود، 5 ساله شود بسیار میبندد. و اومدم پیش ماندارین. همین ماندارین است. ماندارین به نوعیت است. دیدید؟ پوستش رو ببینید چقدر سرخ. این ماندارین است. من یک ماندارین رو نمیکنم، 3 دانه است. لیکن چقدر کشوندم نهایت شیرین است، با مزه است. سال بنده بسیار میبندد. چون که این سال نه این سال گذشته آورده شنوندگیان. اینجا لیمون بود. مبین لیمون دا نزدیک شنوندگی هستند. لیکن اینجا که ماندارین موندند، یک لیمون، این دو طرف 2 لیمون کندن در کار شود. و اینجا باز این لیمون است. لیمون رو من تفصیل نمیکنم، همون لیمون چندی مرتبه نشون دادم. اینجا باز ماندارین است. من بیاد این ماندارین میکنم، اینش زیاد داشته است. اینش زیاد داشته است. یک تاش رو با اجازتی راهبری خواجگی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ماندارین. بسم الله الرحمن الرحیم. عجایب ماندارین است. به نهایت با مزه خوشوی. من دیگه در تاجیکستان خدا با شکر ماندارین پروری، اپلسین پروری و مانند لیمو پروری پیش رفته شده است. آهسته آهسته لیکن پیش میرود. خلق میفهمد و بعد ماندارین و اپلسین رو زیاد میکند. و اینجا باز یک تا لیمون و باز یک تا اپلسین بود است. من ببینید. لبای. یک تا پاس شنوندگی. اینا ببینید چقدر دارد. اپلسین رو ببینید چقدر دارد. وزنیش لیمو بوری، لیکن نرخش از لیمون قیمت منه. باز میگم اینجا یک چیز عجایب. بانان همین سال شنوندگی هستن، همین سال کلان شدگی است. بانان بسته است. من این بانان رو شنوندم. اینش فرزندش. تولد شده کلان شده است. و این هم بستگی است. من اوجه نشونتید. من اوای بانان. من هم دیورن عزیز. جوانمردای ناحیه واسه من خیلی گرمخانه ها کردگی. همه کار را چی پیش میبرد؟ ذوق در دل بوده.
مهری که نسبت به زمین نسبت به میوه و نسبت به وطن دارید همین ذوق پیش میبرد و شما پولتان رو صرف میکنید میسازید و همین خیلی گندمخانه ها آباد میکنید ما پیش باغ سیبشون میرویم سیب های نهایت نغز و رنگ گفتن تماشا میکنیم با شما نوار سیب رو هم نشون میدیم باز باغ انگور دارن انگور مویزی چی انگور است چی مویز است اونش هم نشون میدیم سلام علیکم همداران عزیز سیوم دکبر سال 2024 میباشد قرار داریم در ناحیه واسه دهه توغای و با شما نشون میدیم چخیل در دهه توغای سیب پینکلید شده است بنهایت نغز اینو ببینید در روز سیوم دکبر در تنه سیب در تنه درخت سیب این با 10-15 روز دیگه میستاد و از تنه سیب میتونیم گرفته از تنه درخت گرفته میتونیم فروشیم همداران عزیز این سیب رو ببینید بهترین سیب شده ببینید این سیب رو ببینید بهترین سیب شده است و شما هم میتوانید همین از همین سیب ها سیب کنید ببینید از این سیب ها میتونید سیب کنید بهترین سیب ها شده است زمینی که در این دهه واقع است در دهه توغای یک برای چی نامش توغای این توغای زمین میگن که قمیش شیوار همین قم همین زمینی که کرنوشایم رو بچه ها گرفته کرشایم کردن خاک آوردن پارو آوردن منم خیلی سیب ها شنونده دهشان رو آباد کردن بغیر از این ماندارین و اپلسین دارن و حاضر میریم نزد انگورهایشون یک نمود انگور دارن یک نمود مویز میکنن که مگمونم بچه های سمرقند رشکشان میبید مویز اینا ببیند منم درون عزیز منم خیلی سیب ها بنهایت سیب های نغز بنهایت زور ما امسال میبیاریم برای شما از این سیب ها زکات کنید اگر از ما با از این کلانترش رو میبیاریم این پینکلیدی ما میبیاریم پینکلید روز گلوب خلاص گپ همداران عزیز من ببینید که زمین توغای رو زمین قمیشزور رو آباد کردن آفرین به همین آدما آفرین به همین شخص هایی که همین کار رو کردن یک جهان تشکر ما همین خیلی باید هر کس آباد کنیم و مملکتمون رو پر کنیم تاجیکستانمون رو پر از میوه کنیم ارزانی کنیم همین بسیار که شد ارزان می شود میگن که گرفت زم کن نگرفت کم کن بسیار که شد نگرفت می شود کم می شود آن چیزی که بسیار است نرخش ارزان است آن چیزی کم است نرخش قیمت است این قانون بازار است همه ما اگر بسیارتر همین کار رو کنیم اگر در تاجیکستان ارزانی می شود و هم کم بغل هم میانه حال همش عضوخواری با آنها دسترس می شود امنیت عضوخواری ما تامین می شود همداران عزیز یک از سیاست دولت ما این تامین عضوخواری است ما عضوخواری ما رو باید خودمون تامین کنیم نه اینکه طلا رو برده فروشیم و به جای طلا بعد گندم دیگر چی خریم طلایمون باید زپس استاد ما نباید طلا رو فروشیم ما باید بایشیم مملکت ما باید آباد شود همداران عزیز ما به شما میبیاریم این سیب های ناحیه واسه دهه توغای عبرت میگیریم از همین جوان مردم همداران عزیز سیوم دکبر سال 2024 می باشد قرار داریم در دهه توغای ناحیه واسه در انگورزور من کمتر شیسته نوار کنم برای که میونم در میکند در نزدی در باغ انگوری نوع سوغدیانه ازبکستان با گیگانت هم میگویند سوغدیانه این نوع قدیمه همین آسیای مرکزی است قدیمه تاجیکی ازبکی سیاهی کلان بدانه و برای مویز میشدگی مخصوص برای مویز میشدگی این باغ چقدر که میبینیم چویلوب نیست ستوم سیم کشیدگی یعنی که دیگر رو کپتاک میگویند کندتاک هم گویه میشود در همین سیم ها میشود این مویز همین خلصانش بریده خوشکانندگی هست یگان دارو زدگی نیست یگان کار کردگی نیست این مویز رو همین مویز رو اگر که در بازار چشیده خورید از صحت صفت و مزه نکم از 100 سومونی است همین مویز این مویز رو نزدیک برم می من ببینید حاضر با از نزدیک نشون بدیم من چی مصلحت میدادم
همین زمینی که همین بچه‌ها در اینجا باغ کردن، زمین توغای یعنی قمیرزور، غومای، هر سال 4-5 مرتبه منم خیلی میکشن. علفش رو بو علف میبرد. چرا عذاب میکشن، لیکن با همه عذاب ندیده باغ رو آباد کردن. باغ انگوری سوق دیونا برای ممیز کردن. این بهترین کار است. بهترین کار است. اینو با عقلانه کار کردن. اینا انگوری ترفروشی نکردن، مویز فروشی کردن. مویزشون حالا که نیست، حالا که رفت و فروش از جمهوری بروم رفت دلار قطعی. من هم دیوران عزیز بینید سیوم حاصلش انگوری کشمش سوقدیونه من سیاه می شود، لیکن نپخت. نه سیاه شوی رو سر شده است، لیکن نپخت است. این سیوم این باگمانم خوشهاش انم خطری می شود. ما میدونم سوقدیو رو خوشهاش 2 کیلو خوشا می شود. درست باید خون؟ بله. انم خطری خوشا می شود. ما همین رو فراموش کردم گفتم خدا خوشش نیمش بریدن در کار، اگر نبرید وای میده میشد بون نیمش هم میبرید که میوه وای کلان شود. این سیوم خوشا ببینید چه کلان شدگی، سیوم بستگی. منم دیوران عزیز این است درخت انگوری سوقدیونه. مویزش در بازار زیاده از 100 تومان. برای همین شما باید مویزی انگوری مویزی بسیار تر کنید. همین سوقدیونه رو کنید، همین سوقدیونه رو کنید. البیکا رو کنید برای مویز. باز من حال یک نمود دیگه آوردگم وای رو میبینیم امسال میبندد کلون سیاه از خارجه وای رو میبینیم. من هم دیوران عزیز از همه آسان نه بازار رفتن نه هیچ جا آمده مویزشان از خانهشان برکشته گرفته پول داده رفتن. خیلی مهنت میکنید، یک زمین رو آباد میکنید، من باغ میکنید. من یک چیز رو در تجربه دیدم که انگوری کپاتوک یعنی توک کنده توک میگن، و عادتا توک کنده توک میگن، من همین کنده توک کنده میبراید دو اینجا نسبت به انگوری چویلوبی شیرین تر میبیاید. این رو تجربه من نشون داده که تجربه چندین ساله که من در قشلاق کلان شدم انگوری پویون نسبت به بالا شیرین تر میبیاید. در همه جا جوسی که در پویون میبیاید نظر به جوسی که در چویلو میشود با مراتبه شیرین و با مزه است. تویفی که در پویون میشد نظر به تویفی بولد با مراتبه با مزه و سرختر خوبتر میبیاید. یعنی که صفت از جهت مزه تو که پویونی با مزه میبیاید. از جهت بسیار کنیم گوید حاصل بسیار گیریم چویلو بسیار میبیاید. لیکن این مردکو برای گرفتن مویزی خوش صفت با عقلانه کار کرده کنده توک کردن. توکاشون کم است، دوری بچ شنودگی هستند و من دیدم که اولو در موبایل باز توک شنوده شدن، نزدیک کرده شدن. خلاص گپ کارشون بهای 5 با یک دیگه میمونیم 6 بولاشده چون که مالادیت، چون که پول کار کرده شدن. زمین های توغای رو، زمین های قمیرزور، زمین های پر از ینتاق و پر از این غومای رو، قمیش و غومای ینتاق رو توزه کرده و زمین های استفاده برنده مبادل کرده شدن. زعبور کرده هستن، آبی تک زمینش رو دور کردن. این میدونید اینقدر مهنت رحمت و پدر مادر همه آدمی که این کار رو تشکیل کرده است، همین کار رو به پیش میبرد، همین کارها رو میکند. حق و حلالشون شود این پولی کار میکردگیشون و همه وقت روزهای نیک رو بینن. آمین. خدا تعالی با همه آدما که دل و نیت خوب دارد با آنها دیاد. انا هم دیوران عزیز انگورهای مویز میشدگی پرورش کردن مویز کنید تا نقد و فروش شود، پول شود برای شما. در پناه خدا باشید.